سلام علیکم. بالاخره روز موعود فرا رسید. قراره با پیسی گیمینگ که ساختم آقا، با مینی کیسی که RX 580 روش نصب کردم، بریم گیم گاد آف وار رو بزنیم. آقا علی بگیر پیسیو. این پیسی که با هم دیگه تو ویدیو قبل ساختیم. آقا دیگه ویدیو قبل هنوز ندیدی، اول برو اونو ببین و بعد بیا اینجا. قراره بریم گیم گاد آف وار رو با هم دیگه داخلش با کیفیت‌های مختلف، رزولوشن‌های مختلف تست کنیم و ببینیم این پی سی چند FPS بهمون میده. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب همونجوری که می‌بینید گیم گاد آف وار رو داریم اینجا و ما اینجا یه فارسی سازم روش ریختم که قشنگ با زیرنویس و مخلفات کامل گیم رو بزنیم و بریم الان رو کیفیت پایین لوترین کیفیت گرافیکی رو کم هستش الان، ببینیم چه FPS میتونیم بگیریم و تو گرافیکای بالا چه FPS میتونیم بگیریم. خب میبینید آقای کریتوس اینجا داره درخت رو لمس میکنه و ما داریم اینجا FPS مون تقریبا 65 66 FPS داریم میگیریم رو کیفیت پایین. بریم سراغ قطع کردن درخت. بزن محکمتر. دمای کارت گرافیکمون الان 66، دمای سی پی هم 67، یعنی یه دمای کاملا ایداله و تقریبا داریم بین 50 تا 70 FPS دور میانگین داریم میگیریم. کیفیت های متوسط رو پایین. بله پسر کاملا خوبش اومده. اوه درخت رو برمیداره. جناب آقایی که دوست خیلی زور داره، بدنش معلومه. خب آقا الان تو گیم دقیقا 50 FPS داریم میگیریم رو کیفیت کم لو. پایین ترین کیفیت داریم 50 FPS میگیریم. 60 شده الان. یکم دیگه بگذاریم جای مختلف بازی هم بریم اونجا ببینیم FPS و کیفیت پایین چطوره و بعد کیفیت رو بذاریم رو زیاد و با آخرم اولترا، یعنی دیگه تای کیفیت بالایی داره. ببینیم FPS اون با این کارت گرافیک با این CPU که من دارم چند تا FPS بهمون میده. آقا علی نظرت چیه؟ آقا علی حرف میزنی؟ آقا علی خب قایق سواری میکنیم، گاز میدیم. البته من دارم اسکرین رکورد میکنم گیمو، خب اونم یه خورده از قدرت سی پی یو گرافیکو میگیره. میبینی که اینجا داره 40 FPS رسید 35، یه جای تاریک FPS کمتری بهمون میده. خب این بود از کیفیت کمش. بریم کیفیت رو بذاریم رو بالاترین کیفیت، نه متوسط. کیفیت متوسط. گرافیک رو میذاریم رو اورجینال، بذاریم رو زیاد و حالا ببینیم چند FPS بهمون میده. آقا 40 FPS رو رزولوشن های. واقعا FPS خوبی داره میده. دمای کارت گرافیک هم 67، سی پی یو هم 69 الان که واقعا به نظرم دمای خوبیه واسه این گیم. به این سنگینی تقریبا سنگین. خب دیتیل همه چی عالی، روون بودن و بازی عالیه. 40 FPS خوبه، بد نیست.
اینجا داریم 50 35 نه 50 FPS میگیریم. There do I see my mother. Oh, there do I see my father. دمای کارت گرافیک رفته رو 71 و ما داریم تقریبا 60 FPS میگیریم. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. واقعا رزولوشن بالاست و FPS مون هم FPS خوبیه. به نظرم که بریم سراغ کیفیت بالا و ببینیم اونجا چه FPS ما میگیریم. She's ready. الان میذاریم رو حالت اولترا. گرافیک فوق‌العاده. این دیگه فکر کنم تهش باشه دیگه. آره فوق‌العاده تهشه. بله. حالا ببینیم FPS چی بهمون میده. بله FPS داره رو 30 بازی میکنه، 30 تا 40. ولی خب همینجوری که میبینی دمای کارت گرافیک رو 72، CPU 68 و 7 گیگ هم از رم داره استفاده میشه. الان دمای گرافیک داره میره بالای خورده 73. بریم تو محیط بیرون ببینیم اون موقع چه FPS میگیریم. واقعا کارت گرافیک به این سن به این قدیمی بودن واقعا گیمای الان گیمای دیگه گیمایی که واقعا گیمایی دیگه زبطیم. خب الان 43 FPS داریم میگیریم. دمای کارت گرافیک رو 74، یعنی دمای کارت گرافیک تا 80 هم اوکی، از 80 بره بالا یه خورده خطری میشه دیگه. نباید به 80 برسه بابا. یه 80 برسه کارت گرافیک نیاز به ریکاوری و اینجور چیزا داره. کیفیت بالا الان تقریبا داریم 40 FPS میگیریم. طور میانگین بین 30 تا 40. یعنی همه چیز پایداره. This knife was hers. Now it is yours. She told you not. She knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. خب دمای کارت گرافیکمون رو 75 6 و اینکه الان داریم تقریبا 36 FPS میگیریم و دمای CPU هم رو 68. به نظر من که اوکیه، همه چیز اوکیه. الان داریم 40 FPS میگیریم. اینم از گیمی که داخل کامنت ها گفته بودید بذاریم تستش کنیم ببینیم
More tracks? سیمون میده. Yeah. ما هم یکیشو انتخاب کردیم ولی اگه بازخوردا خوب باشه و داخل کامنت ها گیم دیگه ای رو بخواید بازم میگیریمش و با هم دیگه تست میکنیم این کارت گرافیک و این سیستم رو بیشتر. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. مثل همیشه تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. خدافظ.